مقصد مهاجرتمون کجا باشه سوال بزرگیه که همه میپرسن، اما این کاملا به شما و اهدافتون بستگی داره. مهمون امروز برنامه ما مقصدی رو انتخاب کرده برای مهاجرت که از نظر من خیلی جالبه و توش موفق شده. بریم ویدیو امروزمون رو ببینیم. پلتفرم جی9 خانم کتایون عزیز، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردین. خوشحال میشیم اگر یه آشنایی کوتاه با شما داشته باشین، یه توضیح کوتاهی در مورد خودتون و پیشینه کاریتون و فعالیت هاتون برای ما بدین. ما خوشحال میشیم. سلام رومینا جان، سلام برای خودت و برای همگی بیننده های جی9 که ما را فعلا از طریق پلتفرم شما میبینن. خیلی خوشحال هستم که امروز این فرصت بر من هم ایجاد شده که امروز شما هم صحبت باشم. قسمی که شما یادآوری کردین کتایون هستم، یک از فشن دیزاینرهای افغانستان و در حال حاضر در اسلام آباد، شهر اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم و تقریبا مدت 4 سال میشه که در بخش فشن دیزاینینگ کار میکنم و فعلا هم که مهاجر هستم در پاکستان، فعلا هم در بخش فشن دیزاینینگ در کمیونیتی جدید کار میکنم. خیلی هم موفق باشین، براتون آرزوی موفقیت داریم. ممنونم از توضیحتون. پس شما یک مهاجرت به یک کشور همسایه داشتین، یعنی از افغانستان تشریف بردین به کشور همسایه پاکستان. فرهنگ‌ها شبیه هست یا فرهنگ‌ها خیلی متفاوته؟ رومینا جان، فرهنگ خیلی متفاوت نیست، چون بعضی لایف استایل ها یا روش زندگی هایی که در افغانستان بوده، البته قبل از تحولات در افغانستان در سال 2021 آمد، قبل از او زندگی که خانم‌ها داشتن در افغانستان و زندگی فعلی خانمایی که در پاکستان زندگی میکنن، البته در شهری مثل اسلام آباد و لاهور و کراچی، شهرهای بزرگ، زیاد تفاوت نیست. فرهنگ یکی است، طرز لباس پوشیدن و پوشش و چیزا بیشتر شبیه هم است، اما یگانه تفاوتی که است تفاوت زبان است که زبان ما دری است، دری فارسی و مردم پاکستان با زبان اردو صحبت میکنن. فقط یگانه تفاوتی که من همیشه حس میکنم تفاوت زبان است و دیگه مردم، رفتارها و اخلاقها و روش زندگی بیشتر شبیه هم است. خب خیلی خوبه. حالا زبونشون رو هم بلدین؟ کم و بیش بعد سلام علیکم و بعد از اینکه مثلا بتونم بعضی مشکلات خیلی مهمه حل کنم بتونم، بله، اما خیلی مسلط نیستم با زبان اردو. درسته، بازم خوبه. یعنی در واقع برعکس خیلی از ماهایی که حالا توی این برنامه داریم شرکت میکنیم و با مهمونای عزیزمون صحبت میکنیم یا حتی خود من، ما مهاجرت هایی رو تجربه کردیم که واقعا وارد جامعه کاملا متفاوت از کشور خودمون شدیم و خیلی چیزا واسمون متفاوت بوده. ولی باز هم من احساس میکنم که با وجود تفاوت، شباهت های زیادی که بین این سه تا کشور هست، حداقل ایران، پاکستان و افغانستان، باز هم وقتی که وارد دیتیل آدم میشه تفاوت‌هایی رو احساس میکنه که فقط اون فردی که مهاجرت کرده شاید درکش میکنه. یعنی نظر من اینه. برای شما چطور بوده؟ هیچ وقت شما دچار شوک فرهنگی شدین؟ یعنی احساس کنید که اوه مثلا من تا امروز فکر میکردم اینجوریه ولی مثل اینکه کاملا اینجا داره یه اتفاق برعکسی میفته. رومینا جان، بدون شک مهاجرت بدون شوک فرهنگی نیست. حالا قسمی که شما گفتین اگر ما مستقیم به کشور سوم میریم، مثلا کشور اروپایی یا غربی، شوک فرهنگی شاید به حد 100% باشه، اما فعلا که ما در پاکستان اومدیم شاید میتونیم از نظر فیصدی 20% یا 30% بگوییم، به خاطر امو مایندست ها و چیزایی که در افغانستان بوده، خصوصا در سالهای اخیر در مورد زنها. وقتی ما در پاکستان اومدم زندگی خانم‌ها رو اینجا دیدم، بر من یک شوک که میتونیم خوبم بگوییم و میتونیم بدم بگوییم. خوبش به این بود که من خوشحال بودم که حداقل در قسمت از این دنیا در همسایگی ما یک کشوری که حالا او هم اسلامی است، کشور اسلامی است، زنها حق و حقوق خود من هست یک انسان نرمال داره و هیچ کسی برشان انتخابایشان اجباری نساخته، هیچ کس زندگی برشان اجباری نساخته یا حداقل مجبور نشدن به ترک خانه. این میتونه که بر من یک شوک فرهنگی خوبم باشه و بدم باشه، اما در کل زیادتر شوک فرهنگی از این لحاظ است رومینا جان که اما حس بدی که داری از وطن امرای خود میاری
و حس خوبی که از اینجا میگیری، حالا از نظر از اینکه مثلا مردمش خیلی خوش برخورد هستن، خیلی میمون نواز هستن، این چیزا را داره. اما اون شوک که تو همیشه در درون خود داری حس میکنی، او رو نمیتونه آدم با آسانی از بین ببره. و بدون شک که در پاکستان کمتر است، اما من مطمئن هستم که وقتی اروپا و دنیای غرب آدم میره زیادتر میشه و من کوشش میکنم خودم با اون شوکای فرهنگی آماده بسازم. 4 سال هستش که پاکستان تشریف دارین، درسته؟ ما 1.5 سال میشه، نزدیک به 2 سال است. نزدیک به 2 ساله. من اشتباه متوجه شدم. میتونید به پاکستان بگین خونه یا اینکه هنوز نمیشه؟ آه، رومینا جان، نظر به محبت و لطف مردمشان، نظر به سرکل جدیدی که دوستای جدیدی که ما اینجا بر خود ساختیم، میتونم بگویم خانه دوم. چون اقدر لطف و محبت که از طرف مردمشان میگیرم، اقدر میهمان نوازی که نام میکنن از ما، واقعا میتونم بر خود بگویم خانه دوم. اما اگر انتخاب داشته باشم بین افغانستان و پاکستان، بدون شک افغانستان در اولویت قرار میتونم، بخاطر از اینکه خانه واقعی است افغانستان، ولو که در هر حالت و در به هر چهره که در دنیا نشان داده شود، اما بازم خانه اولم است. درسته، دقیقا همینطوره. به دوستانتون اشاره کردین. میخوام بدونم که اولین فرد غیر افغانی که بیرون افغانستان، در واقع توی پاکستان، باهاش دوست شدین توی این دوره مهاجرتتون و بهتون کمک کرد که با فضا آشناتر بشین و اون حال خوب و واسهتون ایجاد کرد، اون دوستیه چطوری بود؟ ازش چی میتونید، چی دریافت کردین که بتونید با ما شیر کنید، بگین که توی دوستی همچین چیزی برای من بوده؟ رومینا جان، ما یک دوست بسیار خوب داشتم که فعلا متاسفانه نیستن و اونا هم سفر کردن به خاطر وظیفه و کارشان در کشور دیگه رفتن و از کشور فرانسه بود خانم. و ما امروز از اینا به یک نحوی کنکشن داشتم، از ارتباط داشتیم از کابل. و روزی که ما پاکستان آمدم، بدون شک ناامیدی و ترس همیشه در مهاجرت در دل آدم انسان می باشه، ولی وقتی در کشور همسایه بری یا چند کشور دورتر، یک چند سرزمین دورتر. و ترس و استرس هایی که من داشتم، او را فقط این خانم تانست بر من کمتر بسازه روزهای اول. و روزی که من پاکستان آمدم، این دوست من اولین دوستی بود یا اولین شخصی بود که در پاکستان بر من اما حس امنیت و احساس خوب بودن یا احساس ای که مثلا به یک جای آمدی که حداقل میتونی در بین کمیونیتی یا در بین مردم های جدید زندگی کنی، من حس یک انسانی که حق و حقوق خدا داره. و همون حس و چیزهایی که مثلا فرصتهایی که من در افغانستان از دست داده بودم، من میتونستم کم کم از طریق از دوست من اینجا حس کنم. و اولین دوستی بود که من اینجا پیدا کردم و او خیلی مرا کمک کرد که دیگه دوستای جدید پیدا کنم در پاکستان و بتونم که حداقل مدت زمانی را که در پاکستان من حیث مهاجر هستم بتونم که در بین کمیونیتی باشم، در بین مردم باشم. من حیث یک فشن دیزاینر یا کسی که کار میکنم حداقل بتونم که اما کمیونیتی خود یا دوستای خود داشته باشم. بله، این صحبته که من تقریبا با همه دوستان انجام میدم و میگم که کامیونیتی یک قدرتی به آدم میده بعد از مهاجرت که شاید تلاش های تنهایی آدم رو بوست میکنه و باعث میشه که آدم بتونه جلوتر حرکت کنه. در واقع خیلی وقتا هستش که ما داریم به تنهایی یک حرکتی رو انجام میدیم، ولی وقتی عضو کامیونیتی میشیم یک قوت قلب دیگه ای میگیریم. افرادی که اون مسیر رو رفتن، از افرادی که به اون مسیر آگاه هستن و میتونن در واقع ما رو چند پله جلوتر ببرن. این موضوع اصلی کامیونیتی جیناین هم دقیقا همینه که بیاد افراد رو کنار همدیگه قرار بده، حتی برای یک همصحبتی ساده. و تو این همصحبتی ساده افراد بتونن استعداد خودشون رو درک کنن، احساس کنن تنها نیستن و احساس کنن که میتونن پیش برن. این خیلی موضوع مطرحیه، حداقل به نظر من کامیونیتی خیلی موضوع مطرحیه بعد از مهاجرت. نظر شما هم همینه؟ بدون شک رومینا جان، وقتی ما وطن رها میکنیم یا خانه را رها میکنیم و در کشور جدید میریم، یگانه مقصد ای است که وقتی آرزوها یا پلانهایی که ما در وطن داریم نمیتونیم به او برسیم، ما فکر میکنم یگانه هدف عمده ما می است که ما مهاجرت میکنیم. و هدف دوم یا قدم دوم ای است که بتونید در بین از اون کمیونیتی جدید ست شوی یا مت شوی یا بتونی که امروز از اونا زندگی مشترک آغاز کرده بتونی. و بدون شک در بین از کمیونیتی پیدا کردن آدم های درست که در مسیر تو را بتونه حداقل کمک کنه یا حداقل راه را برات نشان بده،
یک از پوینت های بسیار مثبت مهاجرت است و من فکر میکنم که پرقدرترین نکته مهاجرت هم همین کمیونیتی یا افراد جدید است که ما با اونا آشنا میشیم. درسته. اگر مهاجرت نمی کردین، اگر برگردین به عقب و شما مهاجرت رو انجام نمیدادین، بزرگترین حسرتی که الان باش روبرو بودین فکر میکنید چی بود؟ بزرگترین حسرت رومینا جان این بوده که من از زمانی که حس کردم که میتونم من حیث یک فشن دیزاینر کار کنم و این استعداد دارم و میتونم سر خود کار کنم و روزی که حس کردم که حداقل من در خاک یا در وطن خود نمیتونم این کار را انجام بدم، او روز همیشه یک دلهوره و یک افسوس و نگرانی در درون من بود. همیشه حس میکردم که نه، نمیشه. تو در کمیونیتی که حتی اجازه نداری که بدون چادر یا بدون روسری یا بدون حداقل لباس به اختیار خودت نیست یا حداقل درس و تحصیل به اختیار خودت نیست، بدون شک تو در چنین کشوری نمیتونی من حیث یک فشن دیزاینر یا کسی که آدا مثلا با لباسای زرق و برق بیای روی صحنه اصلا نمیتونی فعالیت کنی. و اون روزی بود که من همیشه این حس ناامیدی و حس ناکام بودن در درون خود حس میکردم و یگانه دلیلی که من مهاجرت هم کردم رومینا جان این بود که همون حس ناامیدی و افسوس بتونم که از بین ببرم. حداقل در یک محیطی باشم که با وجود تلاش و کوششی که خودم میکنم حداقل تلاش کوششی من نتیجه بده. اگر مهاجرت نمیکردم من مطمئن است تا آخر عمر این افسوس در درون من میموند که کاش یک بار جرأت میکردی و از دل از این ترس میدرآمدی و مهاجرت میکردی، شاید نتیجه خوبتر میداد. که فعلا این کارا کردیم، اگر نمیکردم من مطمئن است تا آخر عمر حسرت از دل من میموند. دقیقا درسته، من با شما موافق هستم. ولی به عنوان کسی که مهاجره همیشه انگار روح وطنمون با ما میمونه، یعنی این هیچ وقت کتمان کردنی نیست. هر جایی که هستیم، هر هدفی که داریم، انگار همچنان روح کشورمون با ما هست. چقدر روح افغانستان هنوز توی هنر فشن دیزاین شما هنوز جاریه؟ چقدر شباهت داره به چقدر الهام داریم میگیرید هنوز از همون فرهنگ و همون زیبایی شناسی کشور مبدأتون؟ رومینا جان بدون شک وطن یا خانه هیچ وقت فراموش نمیشه. هیچ وقت انسان در هر حالت که باشه، من فکر میکنم ما حداقل از یکی ما از ایران و یک ما از افغانستان همیشه یه حس در درون خود داشتیم و یگانه راه ما ای بوده که بتونم در یک بخش زی فیلد یا هنر یا کریر یا هنر که فعلا دارم نشانی از افغانستان همیشه روی ازی داشته باشم. مثلا کلکشن جدیدی که کار میکنم همیشه کوشش میکنم یک الگو یا یک نمونه از فرهنگ افغانستان در روی باشن. حالا اگر یک خانم اروپایی او را میپوشه یا یک خانم آسیایی میپوشه، همیشه کوشش میکنم این حسه که من از افغانستان هستم و این هنری است که ما از افغانستان با خود آوردیم، همیشه کوشش میکنم که برای مخاطب انتقال بدم. درسته، خیلی هم عالی. خیلی حرفای قشنگی زدیم. من یه سوال دیگه هم از شما دارم. وقتی که صحبت از مهاجرت میشه، وقتی صحبت از فرد مهاجر میشه، تمام موسیقی و هنر و شعرها و همه چیزهایی که میشنویم، متون و غیره، به سمت غم حرکت میکنه. یعنی یک بعد خیلی غم انگیزی از مهاجرت همیشه صحبتش میشه، در حالی که وقتی که میایم یه مقدار منطقی تر نگاه میکنیم، اتفاقا ابعاد شاد کننده زیادی هم داره مهاجرت. البته من با این صحبتی که دارم میکنم در خصوص اینکه بخوام دیگران تشویق به مهاجرت کنم صحبت نمی کنم. مهاجرت میتونه واسه یک انسانی خیلی خوب باشه، برای یک انسانی خیلی بد باشه. اصلا نمیشه برای همه یک نسخه رو پیچید و یک صحبت رو کرد. ولی من میخوام به صرف اینکه شما تونستین با حسرت خودتون بجنگین، یعنی زمانی که مهاجرت کردین جلوی یک حسرت بزرگ رو برای خودتون گرفتین، من میخوام یک بعد شاد از مهاجرت رو یه مقداری برای ما بیشتر در موردش حرف بزنید. رومینا جان بدون شک وقتی ما صحبت میکنیم از مهاجرت و از پوینت های خوبش میگیم، تشویق برای بیننده ها نیست. اما نظر شخصی من در مورد مهاجرت ای است که اگر کسی میخواد مهاجرت کنه، به نظر من مهاجرت وقتی میتونه خوشایند باشه یا حداقل با درد و حسرتی که از وطن داری، دوری از عزیزان و فامیلای ما داریم،
حداقل اگر میخوایم در پهلوی از یک حس خوشحالی یا حس شادمان بودن حس کنیم، ایش حس وقتی بر ما رخ میده که ما با هدف و پلان و برنامه مهاجرت. اگر ما بگویم که اوکی، چون بدون شک در افغانستان شرایط بر خانم فرق میکنه، اما اگر ما بگویم که اوکی چون من اینجا نمیتونم چادر بپوشم، ببخشید بدون چادر نمیتونم بگردم، یا من نمیتونم مثلا خیلی از حق و حقوقایی که بر خانمای افغان محدود است من نمیتونم این چیز کنم، مهاجرت میکنم، این نمیتونه تنها دلیل مهاجرت من باشه. تنها دلیل مهاجرت ما باید یک چیزی باشه که مرا بکشونه به طرف مهاجرت و در سختی و مشکلات سرزمین یا کشور جدید مرا بتونه که استوار و سر پای خودم نگاه کنم. و اون چیزی است که ما پلان و برنامه و هدف زندگی ما میتونه باشه. وقتی پلان و هدف ما میفهمم که در کشور ما برآورده نمیشه، پس ما مجبور میشیم که مهاجرت کنیم. و حس خوشایندش این است که ما در کشور جدید فرصتایی رو پیدا میکنم که میتونم روز به روز حس کنم که به هدفم نزدیک شدم. و این مرا از درون خوشحال میسازه، با وجودی که یک درد حسرت همیشه در درون ما هست، اما یک طرف قلب ما حس خوشحالی یا انرژی و یا اعتماد به نفس ما پیدا میکنم هر روز. و او فقط یگانه دلیلش این است که من بتونم از فرصت های جدید از کشوری که زندگی میکنم استفاده کنم تا اینکه بتونم به هدفم نزدیک شوم. و من فکر میکنم که بیرون از افغانستان ما خوب تونستیم که این حس شادمانی را حس کنم از روش یا از راهی از که من هر روز حس میکنم که به هدفم یا به آرزوهایم نزدیکتر میشه و به چیزی که حس میکنم که از درون هست و باید رو کشف کنم، کتایین واقعی رو باید کشف کنم، روز به اون نزدیک میشه. من فکر میکنم که این یگانه حس بسیار خوب و شاد بر من میده. خاطره اولین باری که توی کشور جدید، توی کشور پاکستان، هنر شما توسط مردم لمس شد، دیده شد و ارزش گذاشته شد، خاطره از اون روز دارین برای ما تعریف کنید؟ از حسی که اون روز تجربه کردین، از حال و هوای اون روز، اصلا کلا قصه اون روز رو میتونید برامون بگین؟ رومینا جان، ما در سال 22 قبل از که برای همیشه مهاجرت کنم در اسلام آباد یک بار آمدم از طریق قمی دوستم سونیا جان که گفتم از فرانسه بودن، اینا مرا کمک کردن که من اینجا یک فشن شو بگیرم، مثل یک بازار بسیار کوچک آماده کنم و پروداکت هایی که از افغانستان داشتم بیارم اینجا. از هم از نظر مالی نیتشانی بود که مرا کمک کنن و هم بتونم به کمیونیتی جدید پیش از اینکه مهاجرت میکنم به کمیونیتی جدید هنر خودم معرفی کنم، حداقل به یک سرکل حالا محدودتر. روزی که ما آمدم آگوست 2022 یک حس خیلی خوب بود که کمیونیتی جدید با وجودی که مرا نمیشناختن خیلی از کار ما تشویق کردن و بسیار زیاد تشویق میکردن و یکی تعریف میکردن و اون حس بر من یک چیزی بود که من هیچ وقت رو نمیتونم فراموش کنم، چون من روزی که برای همیشه مهاجرت هم کردم اما حس برنامه فشن شو بود مرا همیشه به طرف پاکستان میکشون، چون حس از درون او روز اگزیبیشن یا اون نمایشگاه من حس کردم که نه، من میتونم این کار انجام بدم، چون در کمیونیتی بیرون از وطن من مردمایی هستن که هنر مرا میپذیرن و با مو نقص نواقص و زیبایی که داره از او برشان خوشایند است این هنر. از او خاطر این یگانه خاطری بود که مرا به طرف پاکستان زیادتر کشان و روی تصمیم و ارادیم هیچ وقت دودله نشدم. و بعد از او که من برای همیشه مهاجرت کردم، خب البته در کمیونیتی که میرم یگان گرد همایی دوستانه که همراه دوستان میده باشیم، لباس هایی که طراحی میکنم زیادتر پوش میکنم، خودم استفاده کنم، خودم بپوشم که بتونم از طریق از هنر ما برای کمیونیتی جدید معرفی کنم. همیشه تعریف تمجیدی که از طرف مردم میشم و اینکه خیلی سورپرایزانه یا مثل یک چیز هیجان انگیز همراه ما رفتار میکنن، این حس همیشه بر من زنده است و هر باری که من از طرف مخاطب میگیرم یک انرژی بسیار فوق‌العاده در درون من زنده میشه و حس میکنم که روز به روز اعتماد به نفسم و خودشناسیم بیشتر شده میره، چون فکر میکنم که در کمیونیتی قرار گرفتیم که اینا حداقل ارزش و قدر هنر مرا بیشتر میفهمن. خیلی هم خوب و قشنگه، خیلی خوبه. واقعا حسه که مهاجرتمون بیهوده نبوده و به یک نقطه خوبی ما رو رسونده. واقعا این حس واقعا خیلی عالیه. به خودمون میگیم که خب اوکی، من اومدم اینجا و مسیر درستی رو توش گام گذاشتم. خیلی بهتون تبریک میگم، خیلی بهتون تبریک میگم که تونستین این مسیر رو واسه خودتون بسازین. خیلی عالی هستش. فرزند دارین؟ نه خیر، نه و خیلی. مجرد رومینا جان و
خوشبختانه بگم یا بدبختانه از یک سایت زندگی دور است. درسته. میخواستم یه مقداری در مورد تفاوت تربیتی بچه ها بدونم توی دو تا کشور، که خب فعلا شما وارد اون استیج نشدین، یعنی یک فضای قبل از اون رو دارین تجربه میکنید و خیلی هم بله. جالبه. اگر بخواید به تمام خانم های ایرانی، افغانی و سایر خانم های فارسی زبانی که نه صرفا به خاطر محدودیت های که وطنشون، بلکه به دلایل مقدستری، مثل اینکه برای مثال من این توانمندی رو دارم که در فلانجا خیلی به درد میخوره، خیلی میتونم شکوفاش کنم، خیلی میتونم ازش استفاده کنم، خیلی میتونم به خودم، به خانواده‌ام و به دنیا بهره برسونم. با اهداف این شکلی میخوان مهاجرت کنن براشون، یعنی هدف این شکلی دارن. برای این افراد چه توصیه‌ای دارین، حتی چه حرفی دارین براشون بزنن که یه مقداری موتیویت بشن واسه این مسیر؟ رومینا جان، من فکر میکنم واجبتر از این هستم که برای خانمای افغان و یا برای خانمای ایرانی بتانم نصیحت کنم. اما از نظر یک خانم افغان که من فکر میکنم ما درد مشترک داریم همگی ما، میتونم این رو برشون بگویم که در قدم اول مهاجرت آسان نیست. پر از درد، پر از مشکلات است و پر از شاید مشکلتر از چیزی باشه که ما میشه بشنویم. وقت درون مهاجرت میشی وقت حس میکنی که چقدر میتونه مهاجرت بر تو مشکل باشه. اما من فکر میکنم در نزد ذات مثل انسان هیچ چیز ناممکن نیست. اگر رویای چیزی را در قلبتان دارین، در ذهنتان دارین، به خاطر از او هر ریسکی را باید بگیرین. حالا مهاجرت میتونه یک بخش بسیار بسیار کوچکی از این رویا و هدف زندگی باشه، یک بخش خیلی کوچک که شما وقت مهاجرت میکنید تازه مسیر شما شروع میشه، تازه یک زندگی جدید و ای که باید سر رویا و زندگیتان کار کنید تازه شروع میشه. نظر من حیث یک دختر افغانی است که اگر خانمی در هر کنج دنیا آرزوی داره که داشتن و آرزو در کمیونیتی یا در کشور خودش ننگ یا حرام حساب بشه یا غیر مشروع حساب میشه، من ایره برشان میگم که اصلا شما ربطی به او جامعه و کمیونیتی ندارین. یکی و خلاص، یعنی شما باید دل جرأت از این داشته باشین که در درون ترس برین و ترسی که حالا به نام مهاجرت است یا به نام هر چیزی که پیش هر انسان مختلفی که است، باید در درون ترس برین تا که بتونه شما به هدف زندگیتون خود نزدیک بسازین. چون به نظر من اگر من در افغانستان می بودم و یک روز حسرتی که ما قبلا در مورد صحبت کردیم حسرت اگر می داشتم، من مطمئن هستم که در آینده هیچ کسی مسئولیت حسرت مرا نمیگیره، فقط یگانه کسی که مسئولیتش میگیره خودم هستم. پس بهتر است که ریسک بگیریم، از ترس های خود دور بسازیم و به چیزی که واقعا شایستهش هستیم و درون ما مرد به طرف از اون میکشانه به طرف از اون بریم. درسته. خیلی هم قشنگ و زیبا. توی لحظات چالش و سختی توی جمله‌ای بوده که شما رو نجات بده، که مثلا به اون جمله فکر کنید یا اون جمله رو با خودتون تکرار کنید یا برای خودتون بنویسیدش، یه جایی بچسبونیدش که یه چیزایی رو یادتون بیاره؟ چیزی بوده که ناجی شما باشه، یعنی یک کلامی که ناجی شما باشه توی اون لحظات سختی بعد از مهاجرت؟ رومینا جان، یگانه چیزی که مرا فکر میکنم در یک و نیم سال با وجود مشکلات و سختی هایی که در پاکستان است بر مهاجرین، خاصا بر مهاجرین افغان، یگانه چیزی که تانستم مرا سر پا نگاه کنه یا رژیم حداقل بتانم سالم نگاه کنم، این است که همیشه کوشش کردیم که اعتماد به نفس خود و انرژی خود ثابت نگاه کنم. هیچ وقت امیدی که در درون خود داشتیم مثل یک گل نوشگوفی که تازه شکوفا شده، هیچ وقت نمودیم تو پشمرده شود یا به طرف خشک شدن بره. همیشه حالا از طریق روش های مختلف، از طریق ورزش، از طریق مدیتیشن، از طریق مطالعه یا هر چیزی که بوده، کوشش کردیم که امید در درون خود زنده نگاه کنم تا اینکه نه مرا امو درد و مشکلات مهاجرت یا دوری از خانواده و عزیزان نتونه که مرا از پای بندازه و یکی از هدف زندگیم دور بسازه. و من فکر میکنم امید داشتن و به خاطر هدف زندگی خود تلاش کردن یگانه چیزی است که میتونه همیشه انسان سر پای نگاه کنه. درسته. خیلی هم قشنگ و جذاب. من خیلی ازتون ممنونم که امروز کنار ما بودین
وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، هم صحبت کردیم. خیلی صحبت‌های جذابی بود. من خیلی خودم شخصا خیلی لذت بردم. میخواستم ازتون خواهش کنم که اگر صحبت پایانی دارید، چیزی که میتونه برای ما به یادگار بمونه توی ذهنمون و برای در واقع دوستانی که برنامه ما رو هم میبینن توی ذهنشون تکرار بشه و یک یادگاری باشه از صحبت‌های شما، اگر چیزی هست من خوشحال میشم که بشنوم. رومینا جان، اول بسیار زیاد تشکر که امروزی فرصت برمه دادین که من بتونم امروز شما عزیزا هم کلام باشم. و در قسمت دومی که من یک سپاسگزاری بسیار ویژه از گروپ G9 میکنم که فرصت برای خانمای مهاجر حالا از هر کشور ایجاد میکنه که بتونن امروز کمیونیتی خودشان باشن و مو حس و عشق علاقه و امیدواری که میتونیم ما از طریق تیم شما، از طریق صفحه شما بر مردم انتقال کنیم، این فرصت بر ما ایجاد کنه. و بدون شک این کار در دراز مدت نتیجه داره که ما همه هیچ وقت نمیتونیم نتیجه از را فراموش کنیم. یک خدمت بسیار بزرگ بر خانم‌های مهاجر است. و در قدم آخر فقط در همه خانم‌ها آرزوی موفقیت میکنم، حالا در هر جای دنیا که هستن، در هر شرایطی که هستن، آرزو میکنم که همه خانم‌ها یک روز با عشق شوق و آرزو و بر هوس زندگیشان برسه. حالا فرق نمیکنه که آرزو در کدام سطح و در چی لیولی هست، اما آرزوی موفقیت و شادمانی بر همه خانم‌های زنای دنیا میکنم. خیلی ممنونم از لطفتون، خیلی متشکرم. صحبت‌های گرمتون در مورد پلتفرم جینان و صحبت‌هایی که از این همصحبتی با شما، کلام‌هایی که از این همصحبتی با شما برای ما به یادگار میمونه. ما همیشه تو گوشمون نگهشون می‌داریم و امیدمون رو حفظ می‌کنیم، تلاش می‌کنیم که اون رویامون رو هیچ وقت فدای ترس‌هامون نکنیم. یعنی در واقع بریم تو دل ترسمون که بعد حسرت نخوریم. خیلی ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتین. متشکرم. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشین و امیدوارم که درخششتون رو بیشتر از پیش همیشه ببینیم. بسیار زیاد تشکر رومینا جان، بر شما همچنان روز خوش می‌پیام و تشکر از برنامه خوبتون. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.